از برکت سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی که برای رواج استحصال محصولات دستی امکانیت بیشتر فراهم آورد، بانوان هنرمند درواز نیز در این سمت خود را موفق می شمارند. هنر از ما و میراث پدر به، هنر از نقره و از کان زر به. ایم وقتی قدیم همه یمی آدمای درواز هنرمند بیدن، همه هنر میتونستن، کلاهگری، ایتری، گلدوزی. ما هم کودکیمو میدوختیم، کودک بیم نمتری شیرازه میدوختیم، تاقی میدوختیم، دست نیمالک میدوختیم. حریصا پیشتا 100 دست نیمالک میبیرن. ها زیرکه ایتری بر هم خورده سقه خدا هم تکسری میبرن تمام. انا رحمت به ما در امی همریات مچشیمو داریم، مکتب نرفتیم. در دوره ما در امی درواز تا مکتب روی پر نبیم. با بهای علا خوندیم مکتب و مکتب نرفتیم، شیمونیم. انا هازی دخترها خیرونه امام علی رحمان که همه دخترها را کوات میده و همه مکتب میروند، همه صاحب معلومات، نغز خوب، هم هنرمند. ما 100 بار ای پرزنت راضی، ما پرزنت امیر راضی هم که میره درواز نقشایی پیشتا میرسیم 5 روز اثر رپورت بس سمایلات نمیپره به درواز. 7 روز بمو که دقتی آره حاضر خدا رشکر در 5 ساعت میریم دوشنبی بیا. با هریستا را کسته چکن میدوزیم، بالیشت میدوزیم، 20 بالیشت، خراقی کرپچه خراقی میکنیم. انا نای بالیشتا را نمینا رو به دخترکای هریستا میکنیم. انا کرپچه خراقیشو میکنن، گلدوزی میکنن. پیشتن خیلی گلدوزی میکنن به هریستا را. روجه میدوختیم در وقتی ما. تاقی و حاضر روجه نتریخ شده. نای پیلای نو برومن پیشتن مهنت میکنن. پیله میکاش کرمک میکاشن. پیله را بگی بتا در چرخه بتا امز حضاب رنگ که به 2100 بار شکرونه حکومت هستی که هم متیاره میگیریم به 2000 مگزین. نه غم خریبی نه حضاب کشیم. نام تری بچه جا. اینا طلبه مکتبین همش به خدا خود شده کنن پستاره به نوروزه. هر سال به همین بچه ها تاقی دوی زمینه به خودشون کسته دوی زمین سازن هنرمندن. حاضر وقتی بیکاریمو نمی حالت وقتی بیکار تکسری میدوزن چکن زمستون دراز دوخته بهار خیلی چی کار کن جوره بافا من به اینه به خودشون سودا میکنن سازن هر کس به خودشون میکنن. نه ای بالشدار میدوزن میفروشن فروشن میگذارن.